وقتی تصمیم میگیریم ذهنمان را تغییر دهیم چه اتفاقی میافتد؟ اگر سالها عمر خود را وقف احساسات منفی کرده اید، میتوان گفت شما به صورت ناخودآگاه ناراحت هستید. بدن شما شرطی شده که منفی باشد و ذهن ناخودآگاه تنها چیزی را میداند که شما برنامه‌ریزی‌اش کرده اید. وقتی تصمیم میگیرید ذهنتان را تغییر دهید، به صورت ناخودآگاه احساس گناه میکنید و تفکر گناهکارانه دارید، زیرا به این عواطف دلبستگی پیدا کرده اید. سالهای متوالی با افکار و احساسات محدود و منفی زندگی کرده اید. تغییر الگوی احساسی مانند ترک اعتیاد است. تفکر مثبت آگاهانه به خودی خود نمیتواند بر احساسات منفی غلبه کند. سختی تغییر هم در همین است. خواسته را با هیجانی قدرتمند احساس کنید و بارها و بارها تصورش کنید، طوری که انگار همین الان تجلی پیدا کرده. این دستورالعملی برای تجلی حقیقت است.